مرسی. برسیم به گفتگویی که داریم با یک شهروند تهرانی در ارتباط با اعتراضی که سپرده‌گذاران سامن الحجج داشتن طی چند روز گذشته در اعتراض به رسیدگی به امورشون و اینکه پولهاشون معلوم نیست دقیقاً چه شده و پاسخگویی بانک مرکزی. گزارشگر ویدیوهای زیادی رو ما پخش کردیم، حتی شب رو اونجا مونده بودن. یکی از این سپرده‌گذاران رو روی خط تلفن داریم از تهران، آقای علی. صدای من رو دارید علی آقا؟ بله، سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب زراعتی. آقای علی، سوال اول من برمیگرده به اینکه دقیقاً مشکل چه هست و الان در چه صورت شما تحصن‌ها رو پایان میدید؟ عرضم حضورتون که جناب زراعتی، ببینید مشکل تا زمانی که علت اصلی این اعتراضات وجود داره به قوت خودش باقیه، قاعدتاً اعتراضات مردم هم ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه مردم ناراضی از این نحوه ساماندهی بانک مرکزی و کارگروه. ببینید این طرز ساماندهی به این صورتی که در واقع فقط دارن یه اقرارنامه‌ای از مردم میگیرن که مردم از امضای این اقرارنامه و انتقال مجریشون به پارسیان راضی نیستن، به این صورتی که فقط 35 میلیون تومان از بچه‌شون رو بهشون میدن، در ازایش برگه رو امضا میکنن که در اون برگه اولا اقرار میکنن که به مؤسسه غیر مجاز بوده، در صورتی که زمان خودش مؤسسه جوازهایی داشته، تقدیرنامه‌هایی داشته و تحت نظارت بانک مرکزی توی تمام اوراقش نوشته شده بوده و زیر تابلوهاش. و از اون طرف هم در واقع توی بند 4 داره این اقرارنامه بانک عامل که درش توضیح داده که بعد از مدت مذکور، چاره مدت هم خودش به حال مسئله خیلی مهمیه که 14 ماه و 17 ماه قرار این پولا بدون سود توی پارسیان بمونه، صرفا اصل طلبش رو مردم بعد از مدت میتونن مطالبه بکنن و سودی در کار نیست. و تازه این هم گفته در صورت تحقق شرایط، یعنی این هم با اگر و اما کرده، یعنی در نهایت حتی اصل پول مردم هم تضمین نیست با این امضا. و خب آقای علی، اینو امضا نمیکنه. سوال من اینه که دقیقاً تا این مرحله که شما تحصن کردید، حالا شب رو هم اونجا موندید، برنامه دارید برای ادامه تحصن‌ها، دقیقاً چه پاسخی گرفتید از مسئولان بانک مرکزی، مسئولان سامن الحجج و دیگر مقامات مربوط؟ والا متاسفانه اگه بخوام واقعیتش رو بهتون بگم، خلاصه بگم، هیچ. به خاطر اینکه بانک مرکزی واقعا داره اصلا شانه خالی میکنه از زیر بار مسئولیت به نمایندگی حاکمیت و مردم رو مقصر میدونن، میگن که مردم طمع کردن به خاطر سود بیشتر رفتن اینجا، در صورتی که چنین چیزی نبوده به هیچ عنوان. ببینید مردم اعتماد کردن، اعتماد مردم صرفا به این مؤسسه نبوده، به کل حاکمیت بوده. مؤسسه‌ای که 14 سال فعالیت داشته، 550 تا شعبه در سراسر کشور داشته، تبلیغات گسترده تلویزیونی داشته، اسپانسر برنامه بزرگی مثل ماه عسل بوده، تیم‌های ورزشی داشته که تو مجامع بین‌المللی به نمایندگی از ایران بازی می‌کردن. خب دیگه مردم چی باید ببینن که اعتماد نکنن؟ خب مردم اعتماد کردن، به خاطر اینکه وقتی که می‌بینن تصدیق مردمی که این همه نهاد نظارتی و امنیتی وقتی وجود داره، این قاعدتا فیلترهایی رو گذرونده که تونسته 550 تا شعبه باز بکنه. بنابراین اعتماد کردن، به حاکمیت اعتماد کردن. حالا هم اگر مشکلی هست، این مشکل خود بانک مرکزی به نمایندگی از کل حاکمیت باید برای مردم حل بکنه، نه که مردم مقصر جلوه بدن. این اصلا انصاف نیست و تا حالاش هم واقعیتش تمام ارگان ها نامه دادیم، هر جایی که فکرشو بکنیم تجمع کردیم، به نمایندگان مجلس نامه داده شده، تجمع گذاشته شده جلوی مجلس، به ریاست محترم جمهوری نامه‌هایی داده شده، حتی به ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم نامه‌هایی داده شده، درخواستایی شده، قوه قضاییه، هر جایی که شما تصورشو بکنید بهشون نامه دادیم، اعتراضمون رو رسوندیم، تجمع کردیم، ولی متاسفانه در این یک جواب درست. مرسی از شما علی آقا. ما احتمالاً در روزهای آینده هم برای اطلاعات بیشتر شاید از شما استفاده بکنیم در برنامه. ممنون از اینکه حضور پیدا کردید. خواهش می‌کنم. ممنونم که این فرصت به من داده شد. مرسی. ویدیوهایی هم که در تصویر دیدیم آخرین گزارش‌های ارسالی به گزارشگر من و تو هست در ارتباط با تجمع سپرده‌گذاران سامن الحجج. در روزهای گذشته هم بسیاری از این ویدیوهایی که از قبل به ما رسیده بود رو در گزارشگر ما پخش کردیم. برسیم به